یکی از خوراکی های قدیمه مردمی قلمرو درواز و ونج این نگل می باشد. نگل از 3 دانگی تیار، نمود دانگی ها تیار کرده می شود. از دانه زردآلو، دانه پیسته و دانه بادام. بغیر از این باز نگل از کدو دانگی ها هم تیار کرده می شود. طرز تیار کردن نگل، اول دانه را دلیه سنگ می گویند، همین سنگ را با همین دلیه سنگ وی را چی میکنن؟ میده میکنن. چنان میده میکنن که وی مانندی آرد می شود و بعد همون آرد را گرفته با آب یک جایه آمیخته کرده او را می جوشانند در مدتی 1-2-3 ساعت. بعد از اون خوراک تیار می شود. با آدم های کلان سالتر می گویند که همین پچاق دانه، همین محصولات ها در خودش ویتامین های زیادی دارد که آنها برای سلامتی انسان خیلی فایده آورند. و من همین پچاق هم بیشتری وقت با پچاق قشینه وی میکنن، می جوشونن. وقتی که میده میکنن با پچاق وی می جوشونن و وقتی که تیار شد بعد با کم ترک آب خنک هم همراه میکنن که این باید که روغنش جدا شود. وقتی که همون آب خنک میزنی روغنش بالای همون محصولات جدا می شود و این محصولات ها برای سلامتی انسان خیلی فایده آورند. من همون بادامی که میگوییم، بادام برای کسلی زرپروین، برای کسلی گرده ها، برای کسلی روده ها می شوند. من برای بسیار کسلی هایی که در درون انسان پیدا می شوند، من همین نگل برای آنها فایده آور است. همه اینها به طرز علاهیده تیار کرده می شود. می شود که اینها را اگر که وی باشد برای خوراکه هم خیلی خوراکه عررش هم میکنی. برای طبابتیش کم ترک و تنک ترک است. یکی برای خوراکش می توانی که وی پیاز همراه کنی، دیگر محصولات های دیگر هم همراه کنی. وقتی که برای طبابت شد، برای طبابتش وی تماما طرز تیار کردن و نگل طبابتی دیگر است. وی جوشانده می شود، روغنش گرفته نمی شود. از اینا روغن می گیرن. روغنش هم طبابتی است. من روغن بادام برای روده و گرده و من سنگ مثانه و برای همینا دارو است و برای دراز کردن موی سر زنها در سرشو میکنن، در قاشا و من شکل صورت هم خشره میکنه و موی سر جلانک میکنه همین روغن بادام. من اگر که درد گوش داشته باشن کودک و طفلا، من او درد گوش هم طبابت میکنه. درد گوش برای دارگی طبابتی همون تلخش داروست. همین دانه تلخ بسیار ویای. و غیر از این با پیسته را هم استفاده میبرن. پیسته گرم است، مجازش گرمه لیکن وی کم ترک چی داره. اگر که یگان کسلی الرژی خیلی داشته باشی وی ضرر داره. نگل اساساً پگاهی بر وقت صبحانه وی میکنن، تیار میکنن، صبحانه میخوری با شکم خالی در همون وقتی برای خاصیت طبابتیش هم در همون ای. انا با یک وی داره که باید که 40 بار وی ما چی کنیم حواتی هم خیلی وی قطی چرپه قطی وی 40 بار گویا که اگر بادام تلخ باشه وی همه خیلی 40 بار که شمال میداده همون ویش خاصیت طبابتیش گم نمیشده است. شیرین میشده است، خاصیتش گم نمیشده است.
روغن قطعی باشه هیچیش نمیشه و در خلدلنیک میمونی هیچی نمیشه لیکن اگر که وقتی که روغن گرفتی و میشوه خشک میشوه طرز گرفتن روغنش با همون دانه که میشه بعد کمترک یک تقارچه الیومینی باشه یا آهنی باشه هموننده و کمک گرم میکنی بعد خیلی کفمال میکنی و روغن میبروره روغنش هم میبروری هم خیلی وای میکنی هم خیلی میجفی که روغن میبرویه امید در قلمرو بدخشان قریب در همه ناحیه ها نگول میدونن تیار میکنن در زمستان فقط بیشتری وقت خوراک مردم نگوله چیز وای میکنی خوراک صبحانه فقط در صبحگاهی نوای میکنن تناول میکنن دیگر حالت ها گرمه نمیشه و تناولش تجربه کردیم خوراییم فایده شنی بدیاییم ای روغنش نیو نگولوش نیو یک چیزی طبیعت خدا خلق کردی میرفتین او در خرین او کوه میچیندیم پستا و بادم خوب جور پات نزده و رم کو باز حلاوتشون میبریم با میخوریم فایدهمو میکردم نه داری دختر نه سمده میخرمیم نه چی نه که خودت میره حضاب میکشی و میوری میخری حضابت نی از سرت پرم ایم تیبی قدیمی که میگفتن بای 70 درد چرا فایده داشت نه دنبال بکردم باشه همونو من میدونم برای سردر برای دولینی برای میده و برای تلخه و برای جگر همین چیزی تلخی که هست میگه فایده نو همه میخورش و دریچک ما وایزر پروین دریچک گویمیم انا همین دارش همین نگولی بادم نگولی دونه نگولی پسته نگولی دونه تلخه نگولی دونه شیرین هر کدومش نوم داره نورا سمنت میبخری برفتین بیار فراوف در فلگا پر که پیسه فلگ نبیدد پیزه در کوزه و پر میکرن تا بهار زمستون برف که دو شکیان برفای بهار کشی انا درمی بهار با فایده نکی درمی حوالای بهار میچیندن ما بابیان ما بابی کلونای ما نوستهاشون مانیم دوام داریم چند هنر داشتم فلگام پری بادم پسته و ولی که چسپل هنر ندارم نگولن چند وقتی ندیم ای آدم جوانه چی خیلی نه سنگم جرجری میشکش داشت به در گرم روغناش به در میگرن همین نمینور میشکیان در سحری پلچه گرمین روغناش به در میگرن روغناش هم تا دیورن ایش نه اینه که پلچوقتی است این نه مغزیا که میگیری میشکیش تا لای گرمی دوغ دیگه دوغ میدونی دوغ انم چه خیلی که دوغ میگرن انم خیلی که میگرن روغناش بچ میبروید میپیچوق مغز دونه میگه فرزند بادم کودکش مغز بادم نبیره مغز بادم انا نبیره ای پدرم مادر عزیزته بیدر انا اولی بریزوه آب جوش تلخیش نمیبروره و همین آب خندق این وقتی که میجوشه و شمالش میکنی اینم خیلی میدی شمالش میکنی امو بوغی امو تلخی میبرویه همون قدیما متخصص بیدن و چه بیدن همین خیلی موبایمو را یاد دادن انولی نه میکوه تا خطره آخرینه که در سفید دوار داره تا همونجا میخفش میریزش بعد دیگه دیگر رنگ به نداره آیش بدی میرم مثال آدمی هست که پای میگه پای داره جا پد قدمی بد پای و روسی و چه زمان با کسی هست با خشپای قدم های هم تریز اینو خده که این اولیما و سیاهی که میدونن اینو هم قدیم یاد گرفتن دونم این بریز آلی بریزش
تنک کنال یا نام دیمه جوشن جوشونی شو خواهد گرم اینا مولی دیگه خرخل تک سفید دک مایده نشین اگر کمتر چی باشه سحری بر وقت جوشگی باشه مثل ایشو سحری درگیش نکید ایچی نخورن میخری میکبی تو قطره که سفید دک شد هم جورم خفش دوره اینو دیگه هم دونو که مایده نشد سفید شید آفرین همون دخترها شکنده زیر بیدن داره گرمی نو مایده نگرمی یکی کوارگی سکنم در چیندن اگر چوره باشم دی سفرم این در بود نه که چیندگی بیاش بری داری گرمی داری چی خیلی بری یه گفتم حیفی جوانیتون که ما هم گندم در باید هم پسته میچیندیم دم که میزویم و جای دمدن پسته میچیندیم در دروی پشتو گندم در رو میرفتیم شو ماتو شو و روز تو ساعت تو یکم میدرویم یک برگدای زولیم بیام در رو میگرفتن که باز اوجا باری در زای گندم طوری سرت و نایش کسی لوکی یکم دست پسته چیندگی در دانت میدوختی دانت ترمیشی میفرومایی همون جرو تیار کردنش خیلی و پریوان ما دمات استیزش میکنیم که دیرشی وقتی کار موشی با جوشنش با خیلی امی علاوش بداده که جوش دنه بعد دیگه علاوش پسته که خد وقت بشم شمول کرد انا با هزار بی علاو دوزی و شمول کنی نه اولی بدور اولی بریز این بیچاره مایدانی نشیان بینشو دوره بریزش اول بریز تو بریزش اولی همین دونانی بوشه نم تریش کمی دونانی پسترانی هم خیلی کمی هم میخوزی میخفیش که همون شیرش ببرویه من اکنون سیم دوری پختنشه اساسا اینه تیار کردن اینو بود دیگه علو شموندن شمال میتیم اینا چند کس نوبت به نوبت شمال میتیم شمال میتیم برای اساسی همون بوغ قطی تلخی دونه تلخ بود میبرویه همش شمال قطی همون تلخیش میبره و شیرین میشود چقدر شیرین میشود این تو حتی تیار میکنن برای بیمارو میبرن در همین چیو میگیرن خیلی مخصوصا باید میبرن کاریه خیلی پیاز بعد پیاز سفید میده میکنن میپرتوین در درونش بعضی ها پمیدور پاک میپرتوین حتی هر کس موافقی همون طبی خودشو میکنن با اینا بعضی ها پیاز نمیپرتوین اکو پیاز با مزه شکر مکه چی میکنن یکی اساسی دواگیش اینه داروگیش هم میگیره و پیاز نه که برای خشتم شدنش آدمو پیاز میپرتوین این با هر نمود میشود ای بادام تلخ ای بادام شیرین ای دانه تلخ این ما ای دانه تلخ ینگه ای دانه تلخ باید بسیارتر شمالش بتیم که همون بوی تلخیش برو تماما روه تا جوش اومدنش بوی تلخیش برویه اگر ای پیسته تیار کردگی باشه پیسته هم خیلی میده کرده باشن در سنگ میارن وای رنگش دیگر خیلی سبز چطور میشود بعدی روغن میبروره خودش این رنگی که داشتی روغنی میاری میاندازی نه این چی میکنه این با روغن میبروره خودش اگر دانه را به پچاق میده کرده باشی و یا با در آخر وقتی که میده میکنی در دیگ میاندازی و با چیاش میمونن همون نوعی که حوزی ما جدا شدن از وی با روغنی دانه تیار میکنن اگه بهتر چکس باید نباشه در وقتی برووردن روغن باید یکان کس نباشه روغنی دانه رنگی همی روغنی انگیت همینا این هم دواگی هست برای روده و کسل برای میده بسیار دوایی
اساساً زمستان و بهار وقتی ویتامین کم است در ارگانیسم آدم این همون وقت چی میکنن؟ همون وقت استفاده میبرن. تابستان کمتر. پیرما باید اگر که پیشکی تیار کنی مخصوص چیو دا میگیرن تیار کردگی میده کردگیشه بعد میگیرن میمونن برای ذخیره زمستان میگیرن هفته یک بار یا که 10 روز یک بار اگر که موافق تب کسی که بسیار آدمان میونه سالی که بسیار استفاده بودگن برای بسیار معقول هایی استفاده برن جوان ها اگه کمتر میخورن آدمان میونه بسیارتر استفاده میبرن که خوراک قدیمه یمی درواز است من اگر هر سحر یمی استفاده برن اقلا هم یک کاسه یک استفاده برن برای همه چیز دوا است ترکیب دانه همه ویتامین در این است همه ویتامین خالای خوبان گفتن چیزی قدیمه چی طبیعیه که یگون چیزی خیمیوی یگون چی ندارد می خودت جمع میکنی به دست خودت میگیری بسیارتر آدما دانکش میده میکنن اول بعد همون مغزش میبرن و آسانتر میده میشود در سنگ این خیلی اگر دانک خود چکنی کمتر وزنی تر است میده کنیش همین آردگیریان هست ای آردگیریان باید تنکتر تنکتر جوانو خیلی بعضیشو اگر که دامناشو نشون داده باشه شو میکنن بعضیشو نه خیلی نمو دیر دخونه آلیدم بس خرمی دختر سر دخونه نه نه همه بکنم نه میکنم خودش که آیم چلو هست که ما شهری بودیم یاد گرفتیم همش همی عروس بودم که خشدومانم پیسته آورم حیران شدم که چی است سبزم که ریخته بود در طبق ای بولوش پمیدور و تری سلات کردگی حیران شدم یک بار خوردم علاقه در چی معقول میشه دیگه میکنیم دویم بعد وابسته به اگر تنکتر و یا در ایلک تنکتر بیایه و بسیار جوشوندن در خوره نگه اگر غلس نهوز ما کردیم تو با کمتر چی کردیم یا خیلی بسیارتر او بسیار میریزن برای جوشوندن بسیار در خور خوراک قدیمه مردم درواز مردم بدخشان در دوام قریب 3 ساعت جور شد نه تیار شد حاضر ما خوراک میکشید بیا